چگونه ما میتونیم از طریق ریپ ای سیم بخریم؟ میایم در اپلیکیشن ریپ، در بالا دست چپ مینی اپس بر ما نشان میده که اپ های خیلی زیاد دیگه هم است. ما باید بالای ای سیم کلیک کنیم. از این قسمت در این قسمت بالای کانتینیو کلیک میکنیم بای نیو ای سیم و در این صفحه ما یک کشور انتخاب میکنیم به خاطر ای سیم که از کدام کشور ما میخوایم که سیم کارت الکترونیکی یا هم اینترنت داشته باشیم در اون کشور. و در این صفحه یونایتد کینگدم انتخاب میکنم یا هر کشور دیگه که شما میخواین. و در اینجا دو رقم پلان ما داریم، یکی استاندارد و انلیمیتد. در انلیمیتد پکیج انلیمیتد است، خلاص نمیشه، فقط روز مشخص است. و در استاندارد باز روزهای مشخص و پکیج مشخص. مثلا ما 10 جی بی میخوایم برای 30 روز و کانتینیو کلیک میکنم. در این صفحه بر من نشان میده که $19 میشه و کانتینیو. در این قسمت باید چک اوت انجام بدم و میتونم از طریق گوگل پی یا اپل پی و یا هم انتر یور کردیت کارت دیتیلز. در این صفحه میتونیم که معلومات کردیت کارت خود اضافه کنین و پی را کلیک کنین و به این شکل شما میتونین که از سیم کارت الکترونیکی و اینترنت دیتا استفاده کنید.